زمان زندگی من مثل برگ‌های درختان زرد گشته و در حال ریختن بودند. بسیار می‌خواستم بار دیگر بهار عمرم را سرسبز و خرم بینم، در میان مردم باشم، کسی از من دوری نجوید. بسیار می‌خواستم استیگما از روی من، از نام من، از نام اهل عائله من خط سیاه زده شود. فکر می‌کردم که همه زیبایی‌ها را در خوابم می‌بینم. فکر می‌کردم دیگر درخت زندگی من برگ سبز نمی‌کند. فکر می‌کردم در بهار عمر من گل‌های رنگارنگ نمی‌شکفد. خلاصه فکرهای زیاد و به آخری ناامید کننده. در روزهای اول گرفتار شویم به این بیماری تا اندازه از استعمال دارو مرا دور کرده بود، ولی نگاه پرمهر و امدادخواهانه مادرم، آغوش گشادن‌های خواهرم، لبخند پر اسرار پدر و برادرانم مرا نیرو بخشید، مرا وادار ساخت که باید مبارز باشم. قهرمانی که امروز درباره‌اش قصه می‌کنیم زیاده از 1 سال است که به طبابت بیماری سیل مشغول است. اولین مرتبه وقت پریستوپ داد، قفس همی گردشکم پریستوپ داد، وقت اوزی رفتیم کردیم، اولتراساند کردیم، همونجا گفتن که کیسته داری. وقتی که گفتن جراحی میکنه، وقتی جراحی کردم کشیدن دیدن که گفتن اینجا کیسته نیست، اینجا سیل شکمی دارن. اپراسیون کردن 1 هفته من نمیدونستم، میگفتن که پروست کیسته داری گرفتنش. با وقت دکتر آمد گفت که سیل شکمی، من خیلی نگاه کردم، من نفهمیدم چی میگم، من میگم فقط کسلیه، من تست ساز میشم. بعد فهمیدم که بیماری سیل است و تابتش دور به دراز. وقت بعد اپراسیون گفتن که بیماری سیل داری، وقت تبلت‌ها در مدت 4-5 ماه من استعمال میکردم. ممکن من خطا استعمال میکردم، گاه استعمال میکردم، گاه بدیرم زده بود که ناتوری استعمال کردم داروها رو. بعد از سیل شکمی به سیل شوشی مبدل گشت. بعد از این уже خونپرتایی از شام سر میشد. بعد به دیگر بیمارخانه بردم، مرا بستری کرده بودم. اولهای ماه تابوت کردن 4 تایی تبلتکا بوده، از وزن وابسته است. وزن چقدر باشه همونقدر تبلتکا میدم. وقتی که уже به سیل شوشی مبدل گشت، تبلتکا داروهای من در یک از 15 تا 20 دارو بود که من باید استعمال میکردم. تمغه‌گذاری در اکثر حالات گرفتاران بیماری را از طبابت دور میکند. قهرمان ما در دوره بیماریش به این حالت دچار گشته بود. همکورسان از او دوری می‌جستند و به گفته او اکثریت فکر می‌کردند که این بیماری طبابت نشونده است و به دیگران سرایت می‌کند. من کسالم نمی‌دونستم چگونه کسال وقتی که پای بردن از خود دوری می‌کشیدند. تیپ یگان آدم کسالیه که از یگان ویروس پیروز آدم می‌گذره. خیلی تگ همکورسای بودن که من رو поддержка میکردن. به نهایت من انسامی ندارم برای که آنها میفهمیدن که مثلا خیلی تبرای داشتن که اصلا این کسال طبابت میگیرن، آنها میدونستن که چی صحت میشه، به من قوتی دوباره میبخشیدن. قهرمان ما لحظه های مشکل طبابتش را به خاطر آورده میگوید که امید به زنده ماندن خیلی کم داشتم، چون که تاثیر داروها انسان را دلسرد و پراحساس میگرداند و فکر و اندیشه های دلسرد کننده انسان را بیشتر فرا میگیرد. من باور نداشتم که من صحت میشوم. همین دکترها بودن، مادرم بودن که هر بار با من میگفتن که داروها را استعمال کن تو ساز میشوی. بعد 1 سال تابت کردم، در طول 3 ماه میشود که زندگی من روز وزن پیشترم را گرفته استم، خورد و خوراکم نقص شده است، آژانک‌های ارروام نیست شده است و خیلی رنگ پوستم حال عوض نشده است، برای که بعد تمام کردن داروها با رنگ پوستم و رنگ پیشترش برمیگردد. باید باشد طول 3 ماه میشود که به زندگی پیشترم برگشته، خواندن، کار کردن رو دوام داده ایستادم. او مرحله‌های گوناگون وزن را از سر گذرانید و امروز خرسند از آن است که توانست بر ضد بیماری سیل مبارزه برد. وقت دیگر کسلی ها را می دیدم که مثال به نهایت لاغر، به نهایت ضعیفند و فکر میکردم که من هم طبابت نمیابم، مثل آمون ها میشوند و مثال امید نبود که من زنده بمانم. فکر میکردم که نه تمام گاهی میشد زیغ میشدم که مثال من شفا نمیابم، ساز نمیشوم. دیره بیشتر میکردم، گفتم چی با خدا جان این مرا چی هم خیلی کسالت داد. نو وقتی میگذشت دپرسیام با شکر میکردم که خیلی حالا هم زنده آمده. یک روز 15 20 18 دارو میخوردم، حالتی بود که من خوردن نمیتونستم، اونها رو میفرتوفتم، میفرتوفتم، لاغر شدم. در 1-2 روز 5-6 کیلو پرتوفتم، لاغری بد شدم.
بعد من میگفتم که نه من نمیتونم уже دیگر شفا یافتم، نمیتونم دیگر دارو را خورده. وقتی میشود که نمیخوای دارو خوردن، وقتی میشود که پوست روی استیوم میشود، وقتی میشود که هر گونه آژانکو دارد پیدا میشه، نمیخوای که دیگر این دارو استعمال کنی. هر وقت میفهموندن که باید این استعمال کنی، توبتش دور و دراز است و حتما صحت میشوی، فقط باید دارو استعمال نمایی. متخصصان شیلسیناس برای آرام ساختن روحیه بیمار نقش کلیدی دارند. هرچند توسط وسایل اخباری عامه درباره بیماری سیل و توبت شونده بودن آن معلومات زیاد گفته شود، ولی قسمت زیادی اهالی با شفا یافتنشان شبهه دارند. این نکته را گوهرای بوریونا، سیلشناس مؤسسه دولتی مرکز شهری حمایت اهالی از بیماری سیل نیز تصدیق کرد. در حقیقتا شهروندان کسی که بیماران مراجعت میکنند پس از معاینه ما گرفتاری به بیماری سیل شده است، اونها به حد عصبی میشن، برای که همین بیماران رو، همین شهروندان ما درباره بیماری سیل معلوماتشون نه آنقدر پرربط میباشد. در حقیقتا توبرکلوز بیماری سیل تبابت شونده است. همین که تبابت بیماری سیل دور و دراز است، کمش 6 ماه نباشد تا 1 سال تبابت میکنیم، تا 1.5-2 سال ما میتونیم تبابت کنیم شکلی مطابق گشته باشه. در اساس رنتگن، تحلیل بلغم، تحلیل یعنی که پروبای منتو میگذرانیم، یعنی که همون پروبا منتو، بعد لازم شد ما میگذرانیم کامپیوترنی توموگرافی همون عضو، مثال تو مهرش میشوشش می، در اون وقتا ما این بیماری رو آشکار میکنیم. اکنون میخواهد که دیگر بیماران نیز مبارز باشند و هیچگاه از تمغه گذاری تبابت دراز مدت بیماری دوری نجویند. توصیه میدیم که راه افتاده نشوند، ازیقی وقت پیش نکنم، برای که در این بیماری باید ازیقی نکنیم. همه وقت خرسان باشه که تستر شوی، داروهایشان سری وقت استعمال کنن. وقت دارو استعمال نکردی اوجه استایچی میشه و همون میکروب اوجه دست نمیکنه، همین دارو باید دیگه دارو خورید. برای این داروهاش استعمال کنن، به گپای مردم باور نکنن، برای که در وقت قینی تو خودت میدونی چی عذابای میکشی، مردم نمیدونن. آنها یک روز میگن، 2 روز میگن، بعد گذشته میرن. باید تو با خودت باور کرده داروها رو خوری، باور کنی که تو صحت میشوی، زیقی نکنی، بیشتر خورسندی کنی، در بعد هوای تازه گردی، باوری داشته باشی که از این کسات شفا میبری، برای که بیماری سیل تبابت شونده است.